استودیو اختلاط تقدیم می کند. وقتی حیوانات این صحنه رو دیدند، شجاعتشون گل کرد. ترس و ناامیدی که چند لحظه قبل از اون داشتند، در خشمشون بر علیه این عمل شرم‌آور و خفتبار محو شد. فریاد قدرتمندی از سر انتقام بلند شد و بدون اینکه منتظر فرامین بیشتری باشند، متحد به پیش تاخته و سراغ دشمنان خودشون رفتند. در این زمان دیگه به فکر ساچمه‌های بیرحمانه‌ای که مانند رگبار روی سرشون ریخته میشد نبودند. نبرد تلخ و بیرحمانه‌ای بود. انسان‌ها همینطور شلیک می‌کردند و وقتی حیوانات به نزدیکشون می‌رسیدند، با ترکه و چکمه‌های سنگین خود بهشون ضربه می‌زدند. یک گاو، 3 گوسفند و 2 قاز کشته شدند و مابقی تقریباً همشون زخم برداشته بودند. حتی ناپلئون که عملیات رو از عقب هدایت می‌کرد هم زخمی شد و گلوله نوک دمش رو خراشید. اما انسان‌ها هم بدون تلفات نبودند. سر 3 تای اونها با ضربات سم باکسر شکست. شکم یکی دیگه توسط شاخ گاوی زخمی شد و جسی و بلوبل شلوار یکی دیگر رو تقریباً پاره پاره کردند. 9 سگ بادیگارد مخصوص ناپلئون که بهشون دستور داده بود زیر پوشش پرچین پنهان بشن، ناگهان پدیدار شده و خشمگینانه شروع کردن به پارس کردن، طوری که وحشت سراپای انسانها رو فرا گرفت. انسانها خودشون رو در خطر محاصره شدن می‌دیدند. فردریک فریادی کشید و به مردان خود دستور داد فرصت رو غنیمت دونسته و از معرکه بیرون بیان. دشمنان ترسو برای حفظ جان خود پا به فرار گذاشتند. حیوانات اونها رو تا انتهای مزرعه تعقیب کردند و وقتی آدم‌ها به زور راه رو از میان پرچین پیدا کردند، آخرین لگدهاشون رو نثارشون کردند. اونها دوباره در جنگ برنده شده بودند، اما خسته و خونالود بودند. آهسته آهسته به سمت مزرعه برگشتند. منظره رفقای کشته شدهشون که روی چمن‌ها افتاده بودند، خیلی ها رو به گریه انداخت. برای مدتی هم با سکوت حاکی از تأسف در مکانی که سابق بر این آسیاب نام داشت ایستادند. بله، آسیاب دیگه وجود نداشت. تقریباً آخرین نشونه‌های زحمتشون هم دود شده بود. حتی پی ساختمون تا نیمه تخریب شده بود و این بار حتی نمیشد مثل دفعه گذشته برای ساخت دوباره بنا از سنگ‌های فرو افتاده استفاده کرد. این بار سنگ‌ها هم نیست و نابود شدند و در اثر قدرت انفجار صدها یارد اون طرفتر پرتاب شده بودند. مثل اینکه اصلاً آسیابی وجود نداشت. به موازات نزدیک شدن حیوانات به مزرعه، اسکویلر که بدون دلیل موجهی طی نبرد غایب بود، در حالی که دم خود را می جنباند و آثار رضایت از صورتش هویدا بود، جست زنان به سمت اونها دوید. حیوانات صدای شلیک تشریفاتی رو که تفنگ از سمت ساختمون‌های مزرعه می اومد شنیدند. باکسر پرسید این تیراندازی دیگه برای چیه؟ اسکویلر گفت برای اینکه پیروزیمون رو جشن بگیریم. باکسر گفت چه پیروزی؟ از زانوهاش خون می اومد. یکی از نعلهاش در اومده بود و سمش شکافته شده بود. 2 جین ساچمه هم تو پای عقبش جا خشک کرده بود. کدوم پیروزی رفیق؟ مگه ما انسان‌ها رو از خاک خودمون، خاک مقدس مزرعه حیوانات بیرون نروندیم؟ اما اونا آسیاب بادی رو نابود کردن. آسیابی که ما 2 سال برای ساختنش زحمت کشیده بودیم. چه اهمیتی داره؟ ما یه آسیاب دیگه میسازیم. اگه لازم باشه 6 تا آسیاب میسازیم. رفیق، مثل این که تو متوجه کار عظیمی که ما انجام دادیم نیستی. دشمن نزدیک بود همین جایی رو که الان روش ایستادیم اشغال کنه. و حالا به لطف ریاست رفیق ناپلئون ما وجب به وجب خاک خودمون رو پس گرفتیم. باکسر گفت پس ما مالک همون چیزی شدیم که قبلا داشتیم. اسکویلر گفت پیروزی ما همینه. اونها به درون حیاط خزیدن. ساچمه‌های زیر پوست باکسر سوزش دردناکی داشت. باکسر در مقابل خود وظیفه سنگین بازسازی آسیاب بادی از نقطه 0 رو میدید و در خیالش خودش رو برای این کار آماده میکرد. اما برای اولین بار یادش افتاد که اکنون 11 سال است و احتمالاً ماهیچه‌های قدرتمندش دیگه مثل سابق نیستن. اما بعد از اینکه پرچم سبز رو در احتراز دیدند و دوباره صدای شلیک تفنگ رو این بار 7 بار پشت سر هم شنیدند و ناپلئون هم سخنرانی خطاب به اونها ایراد کرد و بهشون تبریک گفت، این گونه به نظرشون رسید که هر چی که باشه پیروزی بزرگی به دست آوردن.
برای حیواناتی که در جنگ کشته شده بودند هم مراسم سوگواری رسمی برگزار شد. باکسر و کلوور گاری نعشکش رو می‌کشیدند و ناپلئون پیشاپیش شرکت کنندگان راه می‌رفت. 2 روز کامل رو به جشن اختصاص دادند. آواز خوندند، سخنرانی‌ها ایراد کردند و تفنگ شلیک شد و هدیه ویژه‌ای شامل 1 سیب به هر نفر، 2 اونس ذرت به هر پرنده و 3 بیسکویت به هر یک از سگ‌ها داده شد. نام نبرد رو جنگ آسیاب بادی گذاشتند و ناپلئون هم مدال جدیدی به نام نظام پرچم سبز رو ابداع کرد و اون رو به خودش اهدا کرد. در جشن و شادی عمومی در گرفته، قضیه ناراحت کننده اسکناس‌های تقلبی به فراموشی سپرده شد. چند روز بعد از این واقعه، خوک‌ها در سرداب خونه مزرعه‌ای یه جعبه ویسکی پیدا کردند. بار اول که خونه رو اشغال کرده بودند، متوجه ویسکی ها نشده بودند. همون شب از خونه مزرعه‌ای صدای بلند آواز خوندن به گوش می رسید که در کمال تعجب حیوانات گوشه‌هایی از آهنگ حیوانات انگلستان هم لابلاش شنیده می شد. ساعت از 9 شب گذشته بود که ناپلئون که یکی از کلاه‌های قدیمی لبه‌دار آقای جونز رو به سر گذاشته بود، یکباره در قاب در پشتی نمایان شد. دور تا دور حیاط 4 نعل دوید و مجدداً از همون در به داخل ساختمون برگشت. اما صبح روز بعد سکوت سنگینی بر فراز خانه مزرعه‌ای سایه انداخت. انگار حتی یک خوک هم جم نمی‌خورد. ساعت حدود 9 صبح بود که سر و کله اسکویلر با قدم‌های آهسته و بیحال پیدا شد. چشماش بیفروغ بودند و دمش شلو و رفته پشت سرش آویزون شده بود و از هر نظر به راستی مریض به نظر می رسید. اون حیوانات را دور هم جمع کرد و اعلام کرد خبر وحشتناکی هست که باید به اطلاعشون برسونه. رفیق ناپلئون داشت می‌مرد. فریادی از سر درد برخاست. بیرون درهای خونه مزرعه‌ای کاه پهن کردند و حیوانات روی نوک انگشتانشون راه می‌رفتند. در حالی که اشک در چشمانشون حلقه زده بود، از هم می‌پرسیدند که اگه رئیسشون بمیره چی کار کنند و چه به روزشون خواهد اومد. شایعه‌ای دهان به دهان می‌گشت که اسنوبال علیرغم تمام تدابیر امنیتی در پیش گرفته شده، در نهایت موفق شده غذای ناپلئون رو مسموم کنه. حدود ساعت 11 صبح اسکویلر مجدداً از ساختمون بیرون اومد تا خبر دیگری بده. مبنی بر این که رفیق ناپلئون به عنوان آخرین کار قبل از مرگ خود فرمان رسمی به این شهر اعلام کرده. هر کسی الکل بخورد مجازاتش مرگ است. اما عصر که از راه رسید ظاهراً ناپلئون بهتر بود و صبح روز بعد هم اسکویلر خبر داد که ناپلئون بهتر شده و در مسیر بهبودی قرار داره. عصر همون روز ناپلئون سر کار برگشت و روز بعد مشخص شد که به ویمپر دستور داده که از ولدینگتون کتابچه دستی عرقگیری خریداری کنه. 1 هفته بعد ناپلئون فرمان داد چراگاه کوچک پشت باغ میوه رو که پیش از این قرار بود به حیوانات از کار افتاده اختصاص داده شود شخم بزنن. خوک‌ها اعلام کردند چراگاه اصلی لمیزرع شده و باید دوباره بذرپاشی بشه. اما به زودی معلوم شد ناپلئون میخواد اونجا جو بکاره. در همین زمان حادثه عجیبی رخ داد که هیچ کس از اون سر در نیاورد. شبی حدود ساعت 12 صدای مبهم و بلند شکستن چیزی از حیاط شنیده شد و حیوانات از آخورهای خود بیرون دویدند. اون شب مهتابی بود. پای دیوار روبروی انبار بزرگ، جایی که 7 فرمان را نوشته بودند، نردبانی شکسته افتاده بود. اسکویلر که موقتاً شوکه شده بود، کنار نردبان روی زمین ولو شده بود و نزدیک اون فانوس، برس نقاشی و سطل رنگ سفید واژگون شده‌ای قرار داشت. سگ‌ها به سرعت حلقه‌ای دور اسکویلر تشکیل دادند و اون رو به محض اینکه تونست روی پاهای خودش بایسته تا خونه مزرعه‌ای اسکورت کردند. هیچ یک از حیوانات نتونست بفهمه معنی این اتفاق چی بود، مگر بنجامین پیر که پوزه خود رو به علامت فهمیدن قضیه تکون داد و گویا میدونست چی شده، اما چیزی به زبون نمی آورد. اما چند روز بعد موریل که داشت 7 فرمان رو برای خود میخوند، متوجه شد حیوانات تا به حال در خصوص یکی از فرامین هم اشتباه میکردند. اونها فکر میکردند در 5مین فرمان گفته شده هیچ حیوانی نباید الکل بنوشه. اما این فرمان 2 کلمه دیگر هم داشت که از یادشون رفته بود. در واقع فرمان نوشته شده از این قرار بود: هیچ حیوانی نباید بیش از حد لازم الکل بنوشد.
بهبود یافتن سم شکافته شده باکسر طول کشید. اونها کار ساخت آسیاب بادی رو روز بعد از جشن‌های پیروزی شروع کرده بودند و باکسر حتی یک روز هم از کار غیبت نکرده بود و نزد خود سوگند شرف خورده بود تا نذاره کسی متوجه درد کشیدنش بشه. عصرها وقتی با کلوور صحبت می‌کرد، پیش اون از درد سمش شکایت داشت. کلوور برای کمک به درمان سم اون از ضمادی گیاهی استفاده می‌کرد که خودش اون رو جویده بود. هم اون و هم بنجامین باکسر رو تشویق به کار کمتر می‌کردند. کلوور میگفت ریه های یک اسب که برای ابد طاقت نداره. اما باکسر به اون گوش نمیداد و به گفته خودش تنها یک آرزو در زندگیش باقی مونده بود و اون اینکه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی تکمیل شدن آسیاب بادی رو ببینه. در ابتدا که قوانین مزرعه حیوانات رو می‌نوشتند، سن بازنشستگی برای اسب‌ها و خوک‌ها 12 سال، برای گاوها 14 سال، برای سگ‌ها 9 سال، برای گوسفندان 7، برای مرغ‌ها و غازها 5 سال تعیین شده بود. قرار شد به حیوانات حقوق بازنشستگی داده بشه، هرچند که هنوز حیوانی بازنشسته نشده بود. اما این اواخر در مورد بازنشستگی زیاد بحث می‌کردند. حالا که مزرعه کوچک پشت چراگاه را برای کاشت جو کنار گذاشته بودند، شایعه‌ای دهان به دهان می‌گذشت، مبنی بر اینکه قراره گوشه‌ای از چراگاه اصلی فنس کشی شده و تبدیل به چراگاهی برای بازنشسته‌ها بشه. گفته میشد حقوق بازنشستگی که به یک اسب تعلق میگیره برابر با روزی 5 پوند ذرت و در زمستان 15 پوند یونج است و در روزهای جشن عمومی هم 1 هویج یا 1 سیب میدند. تولد 12 سالگی باکسر اواخر تابستون سال آینده بود. در این میان زندگی بسیار سخت میگذشت. زمستان امسال به اندازه سال قبل سرد بود و غذا به نسبت اون سال حتی کمتر. یک بار دیگه جیره تمام حیوانات مگر جیره خوک‌ها و سگ‌ها کاهش داده شد. اسکویلر اظهار کرد دقت بیش از حد در برابر بودن جیره غذایی با اصول حیوانگرایی در تضاده. در هر حال برای اون کاری نداشت اثبات کنه که مشکل اصلی کمبود غذا نیست. حالا مهم نبود حیوانات چه نظری دارند. قطعاً لازم بود تا در مقدار جیره ها تجدید نظری انجام بشه. اسکویلر همیشه از کلمه تجدید نظر استفاده می‌کرد و هرگز کلمه کاهش رو به کار نمی‌برد. اما در قیاس با روزگار جونز، اوضاعشون بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده بود. اسکویلر در حالی که مشتی ارقام و اعداد رو با صدای ریز و تونتون میخوند، به حیوانات ثابت میکرد که حالا نسبت به روزگار جونز، جوی 2 سر، یونجه و شلغم بیشتری در اختیار دارن. به علاوه ساعت کارشون هم کمتره. آب آشامیدنی اونها کیفیت بهتری داره و عمرشون هم زیادتر شده. تعداد بیشتری از فرزندانشون از مرگ و میر در سنین خردسالی نجات یافته و در آخرهاشون هم کاه بیشتری یافت میشد و مگس‌ها زیاد اذیتشون نمی‌کردن. حیوانات تک تک کلمات اون رو باور می‌کردن. در واقع حقیقت این بود که مدت‌ها بود جونز و هر اونچه که در روزگار اون رخ داده بود از اذهانشون پاک شده بود. چیزی که میدونستند این بود که امروز زندگی سخت و طاقت فرساست و بیشتر اوقات گرسنه‌اند و سردشونه و به جز موقع خواب همیشه مشغول کار کردنن. اما حتما در گذشته وضعشون بدتر از این بوده. دلخوش بودن که اینجوری باور کنن. افزون بر این در روزگار گذشته برده بودند و اکنون آزاد و همونطور که اسکویلر همیشه به اون اشاره میکرد کل تفاوت ماجرا هم در همین قضیه بود. جمعیت مزرعه افزایش پیدا کرده بود. فصل پاییز که از راه رسید 4 خوک ماده تقریباً همزمان با هم زایمان کردند و 31 بچه کوچک به شمار خوک‌ها اضافه شد. بچه خوک‌ها ابلق بودند و از اونجا که ناپل اون تنها خوک نر اخته نشده مزرعه بود میشد پدرشون رو حدس زد. اعلام شد بعد از خریداری آجر و الوار کلاس درسی در باغ خونه مزرعه‌ای ساخته خواهد شد. فعلا ناپل اون وظیفه تعلیم و تربیت بچه خوک‌ها رو در آشپزخونه به عهده گرفته بود. بچه‌ها تمرینشون رو در باغچه انجام میدادند و اجازه بازی با بچه‌های سایر حیوانات رو نداشتند. همین ایام قاعده‌ای وضع شد از این قرار که اگر خوک و حیوان دیگری در مسیر مشترک به هم رسیدند، لازم است حیوان دیگر کنار بایسته و افزون بر این به تمام خوک‌ها از هر درجه‌ای اجازه داده شد که روزهای یکشنبه روبان سبزی به دم خود ببندند. با وجودی که مزرعه سال موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشته بود، اما کمبود پول داشتند.
برای ساخت کلاس درس باید آجر، شن، ماسه و آهک خریداری میشد و مجدداً برای خرید ماشینالات آسیاب بادی هم باید صرفه‌جویی می‌کردند. گذشته از اینها، روغن چراغ و شمع برای خانه، شکر برای مصرف خود ناپل اون در حالی که مصرف اون را به علت خاصیت چاق کنندگی برای سایر خوک‌ها ممنوع کرده بود و تمام اقلام تجدید شدنی مثل ابزارالات، میخ، طناب، زغال، سیم، آهن قراضه و بیسکویت سگ رو هم لازم داشتند. مقداری یونجه و بخشی از محصول سیب زمینی رو هم فروخته بودند و قرار تحویل تخم مرغ‌ها رو به تعداد 600 عدد در هفته افزایش دادند. بنابراین اون سال مرغ‌ها صرفاً به اندازه‌ای جوجه آوردند که جمعیت سابقشون حفظ بشه. جیره غذایی که ماه دسامبر کم شده بود، بار دیگر در فوریه کاهش پیدا کرد و به حیوانات دستور دادند از فانوس‌های داخل آخرها استفاده نشه تا در مصرف روغن صرفه‌جویی کنند. اما خوک‌ها در این میان از آسایش کامل برخوردار بودند و علیرغم تمام اتفاقات رخ داده روز به روز به وزنشون اضافه میشد. یک روز بعد از ظهر آخر فوریه از انباری کوچک پشت آشپزخانه که در زمان جونز بلا استفاده مونده بود، رایحه گرم و غلیظ و اشتها آوری بلند شد و سر تا سر حیاط رو پوشوند. یکی از حیوانات گفت: این بوی جوی پخته است. حیوانات با ولع هوا رو بو کشیدند و پیش خودشون فکر کردند شاید قراره برای شام امشب نواله گرم داشته باشند. اما خبری از نواله نشد. یک شنبه بعد اعلام شد که از حالا به بعد تمام محصول جو برای خوک هاست. مزرعه پشت چراگاه رو جو کاشته بودن و خیلی زود اخبار اختصاص دادن روزانه 1 پیمانه آب جو به هر خوک و نصف گالون برای خود ناپل اون به گوش رسید. سهم اون رو همیشه در قدح سوپخوری کروان دربی سرو می‌کردند. درسته که مجبور بودند سختی ها رو تحمل کنند، اما وقتی یادشون میافتاد که زندگی کنونیشون شرافتمندانه تره، این سختی ها تا حدودی قابل تحمل می‌شدند. این روزها آوازها، سخنرانی‌ها و رژه بیشتری در مزرعه برگزار می‌شد. ناپل اون فرمان داده بود که 1 بار در هفته مراسمی به نام تظاهرات خودجوش برگزار بشه که هدف از اون جشن گرفتن برای غلبه بر سختی‌ها و کسب موفقیت‌های مزرعه حیوانات بود. همه حیوانات در زمان مقرر شده کار خود را ترک کرده و با آرایش نظامی دور تا دور مزرعه راه می‌رفتند. به این ترتیب که خوک‌ها پیشاپیش همه، سپس اسب‌ها، گاوها، گوسفندان و ماکیان می اومدن. سگ‌ها در کنار شرکت کنندگان و پیشاپیش همه اونها خروس سیاه ناپل اون راه می رفت. باکسر و کلوور همواره بنر سبز رنگ منقش به طرح سم و شاخ رو حمل می کردند که روی اون شعار زنده باد رفیق ناپل اون نوشته شده بود و سپس مراسم قرائت اشعاری که به افتخار ناپل اون سروده شده بود برگزار می شد و اسکویلر به ایراد سخنرانی پرداخته و جزئیات مربوط به آخرین آمار افزایش در تولید اقلام غذایی رو به سمع و نظر همه می رسوند و برخی اوقات هم تیری از تفنگ شلیک می کردند. بزرگترین هواداران تظاهرات خودجوش گوسفندان بودند که اگر معدود حیواناتی در غیاب سگ و خوک‌ها یک وقت از هدر دادن وقت یا الاف شدن در سرما شکایت داشتند، با بعبع بلند 4 پاها خوب 2 پاها بد جمع ناراضی رو ساکت می‌کردند. اما به هر ترتیب حیوانات از چنین مراسم‌های خوششون می‌آمد. اونها با یادآوری اینکه هر چی باشه ارباب خودشون هستند و نوکر خودشون و در نتیجه کارشون صرف خودشون میشه به خود تسلی میدادند و به این شکل با آواز خوندن، رژه رفتن، گوش دادن به ارقامی که اسکویلر قرائت میکرد، شلیک تفنگ، قوقولی قوقوی خروس و به احتراز در آمدن پرچم میتونستند گرسنگی خودشون رو حداقل به صورت موقتی هم شده فراموش کنند. ماه آوریل نظام حکومتی مزرعه حیوانات جمهوری اعلام شد و ضروری بود که رئیس جمهور انتخاب کنند. تنها یک کاندیدا وجود داشت که همه متفق القول اون رو انتخاب کردند و اون کسی نبود جز ناپل اون.
همون روز خبر کشف اسناد جدیدی داده شد که جزئیات توطئه اسنوبال و جونز رو نشون میداد. ظاهراً برخلاف اون چه حیوانات قبلاً فکر می‌کردند، اسنوبال صرفاً با استفاده از حیله جنگی سعی در به شکست کشوندن جنگ طویله رو نداشت، بلکه آشکارا در جبهه جونز می‌جنگیده. در واقع این اسنوبال بود که هدایت آدم‌ها رو در جریان حمله به مزرعه به عهده داشت و نبرد رو با سر دادن شعار زنده باد انسان آغاز کرده بود. زخم‌های روی پشتش که تعداد معدودی از حیوانات به یاد داشتند، در اصل جای دندان‌های ناپل اون بود. اواسط تابستون ناگهان بعد از چندین سال غیبت سر و کله موز کلاغ در مزرعه پیدا شد. اون هیچ تغییری نکرده بود. هنوز هم کار نمی‌کرد و با همون شور و حرارت سابق در مورد سرزمین کوهستان آبنبات قندی سخن می‌گفت. اون پشته‌ای رو به عنوان جایگاه خود انتخاب کرده بود. بالهاش رو به هم میزد و برای هر کس که حاضر بود به سخنانش گوش بده 1 ساعت حرف میزد. اون قاطعانه با نوک سیاه خود به آسمون اشاره کرد و گفت: اون بالا رفیق، اون بالا. اون طرف ابرای سیاهی که میبینی کوهستان آبنبات قندی قرار داره. همون کشور خرمی که ما حیوانات بدبخت اونجا برای همیشه از بیگاری کردن رهایی پیدا خواهیم کرد. اون ادعا می‌کرد که طی پروازهایی که به ارتفاعات بالا داشته این سرزمین رو دیده و شاهد مزارع همیشه سبز شبدر، نیشکر و کنجاله بذر کتان رویده بر پرچین‌هاش بوده. بسیاری از حیوانات حرف اون را باور داشتند. دلیلش هم این بود که میگفت زندگی کنونی ما توأم با گرسنگی و کار زیاده. بنابراین آیا منصفانه نیست که جای دیگه جهان بهتری وجود داشته باشه؟ از جمله مسائلی که نمیشد از اون سر در آورد دیدگاه خوک‌ها نسبت به موز بود. تمام خوک‌ها با لحنی تحقیرآمیز داستان‌های موز رو در مورد سرزمین کوهستان آبنبات قندی دروغ می‌نامیدند. با این حال به او اجازه داده بودند بدون اینکه تن به کار بده در مزرعه بمونه و جیره روزانه 1 پیمونه کوچک آبجو رو هم دریافت کنه. باکسر بعد از خوب شدن سم خود بیشتر از گذشته کار می‌کرد. به واقع تمام حیوانات اون سال مثل برده‌ها کار کردند. به جز کار معمول مزرعه که باید انجام می‌دادند، با بازسازی آسیاب بادی، مسئله ساختن مزرعه و مدرسه برای بچه خوک‌ها هم پیش اومده بود و از ماه مارچ کلنگش رو زده بودند. برخی اوقات تحمل کردن ساعت طولانی کار با شکم گرسنه و غذای ناکافی مشکل به نظر می اومد. اما باکسر هیچ شکایتی نمی کرد. در هیچ یک از صحبتایی که وی به زبان می راند و کارهایی که انجام می داد هیچ نشونه‌ای مبنی بر ضعف قدرتش دیده نمی شد. تنها ظاهرش کمی تغییر کرده بود. پوست تنش نسبت به گذشته دیگه اونقدر براق نبود و عضلات قدرتمندش هم آب رفته بودن. دیگران میگفتند وقتی که علف‌های سبز بهاری رویش پیدا کنن حال باکسرم خوب میشه. اما بهار از راه رسید و باکسر چاق نشد. بعضی اوقات که در شیب منتهی به بالای معدن آهک تمام قوای خودش رو در برابر وزن تخت سنگی بزرگ به کار می گرفت، به نظر تنها قدرت ارادش بود که باعث می شد روی پای خودش بایسته. در این اوقات روی لبهاش کلمات من سخت تر کار خواهم کرد نقش می بست. چون دیگه صدایی براش باقی نمونده بود. کلوور و بنجامین باز هم به اون هشدار دادند که بیشتر مراقب خودش باشه. اما باکسر توجهی به این حرفا نمی کرد. تولد 12 سالگیش نزدیک بود. براش هیچ چیز به اندازه جمع کردن سنگ قبل از بازنشسته شدن مهم نبود. یک روز عصر تابستونی ناگهان خبر اومد که برای باکسر اتفاق بدی افتاده. چند دقیقه بعد 2 کبوتر با عجله با اخبار از راه رسیدند. باکسر افتاده. اون روی پهلوی خودش افتاده بود و نمیتونست بلند شه. نیمی از حیوانات مزرعه به طرف محل آسیاب بادی که روی تپه مرتفع قرار داشت دویدن. باکسر اونجا ما بین دسته های گاری افتاده بود، در حالی که گردنش دراز شده بود و نمیتونست سرشو بلند کنه. چشمانش بی حالت بود و پهلوهاش خیس از عرق. باریکه نازکی از خون از دهانش بیرون زده بود. کلوور کنارش زانو زد و گفت: باکسر، حالت چطوره؟ باکسر با صدای ضعیفی گفت: ریه‌هام اذیتم میکنن، ولی مهم نیست. تو میتونی آسیاب بادی رو بدون منم تمام کنی. به اندازه کافی سنگ جمع شده. در هر صورت من تنها 1 ماه دیگه بیشتر وقت نداشتم.
راستشو بخوای بگم چشم انتظار بازنشسته شدن بودم. شاید با توجه به اینکه سن بنجامین هم خیلی بالا رفته به اونم اجازه بده همزمان با من بازنشسته بشه و اونم هم صحبت من باشه. کلوور گفت باید هرچه سریعتر به اون کمک کنیم. یه نفر بره و به اسکویلر بگه چه اتفاقی افتاده. سایر حیوانات به سرعت به خونه مزرعه‌ای دویدند تا اخبار رو به گوش اسکویلر برسونن. تنها کلوور و بنجامین باقی موندند که کنار باکسر دراز کشیده و بدون اینکه حرفی بزنه با دم بلند خودش مگس‌ها را از اون دور نگه می داشت. یک ربع بعد اسکویلر در حالی که آثار همدلی و نگرانی از چهرش خونده میشد از راه رسید. اون گفت رفیق ناپل اون با کمال تأسف خبر حادثه بدی رو که برای یکی از وفادارترین کارگرانش در مزرعه اتفاق افتاده شنیده و ترتیبات لازم رو برای اعزام باکسر جهت درمان به بیمارستانی در ولینگتون داده. حیوانات از شنیدن این خبر حس ناخوشایندی پیدا کردند. به جز مولی و اسنوبال هیچ حیوان دیگه‌ای مزرعه رو ترک نکرده بود و دوست نداشتند رفیق مریضشون رو زیر دست انسان‌ها ببینن. به هر حال اسکویلر به سادگی متقاعدشون کرد که جراح دامپزشک اونجا بهتر میتونه باکسر رو درمان کنه تا در مزرعه. نیم ساعت بعد وقتی حال باکسر مقداری جا اومد به سختی روی پاهاش ایستاد و به آخر برگشت. کلوور و بنجامین بستر راحتی از کاه براش پهن کرده بودند تا استراحت کنه. طی 2 روز آینده باکسر در آخر خودش موند. خوک‌ها بطری بزرگی از داروی صورتی رنگی رو که در جعبه‌های داروها در سرویس بهداشتی پیدا کرده بودند برای اون فرستادند. عصرها کلوور در آخر باکسر می‌نشست و با اون صحبت می‌کرد و بنجامین هم مگس‌ها را از اون دور می‌کرد. باکسر طوری نشون میداد که گویا از بابت اونچه که رخ داده ناراحت نیست. اگر میتونست بهبود پیدا کنه شاید 3 سال دیگه هم زنده میموند و چشم انتظار روزهای آرومی بود که در گوشه چراگاه بگذرونه. در اون صورت اولین باری بود که اوقات فراغتی برای مطالعه و افزودن معلوماتش در اختیار داشت. اون میگفت میخواد باقی زندگیش رو وقف یاد گرفتن 22 حرف باقی مونده از الفبا کنه که نتونسته بود یاد بگیره. اما بنجامین و کلوور تنها میتونستن بعد از ساعت کاری پیش باکسر باشن و کامیونی که برای بردن اون اومد اواسط روز از راه رسید. حیوانات تحت نظارت یکی از خوک‌ها مشغول چیدن علف‌های هرز از مزرعه شلغم بودند که دیدن بنجامین 4 نعل از مسیر ساختمان‌های مزرعه اومد و با صدای بلندی فریاد میزد. اونا تعجب کردند. اولین بار بود که بنجامین رو اینطور هیجان زده می‌دیدن. به واقع اولین باری بود که کسی حتی یورتمه رفتن اون رو تماشا می‌کرد. بنجامین فریاد زد. زود باشید، همه سری بیاید، دارن باکسر رو میبرن. حیوانات بدون اینکه منتظر فرمانی از طرف خوک ناظر باشند، کارو رها کردند و به سمت ساختمان‌های مزرعه رفتند. در حیاط مدرسه یک کامیون اتاقدار بزرگ مشاهده میشد که 2 اسب اون رو میکشیدند و حروفی کنارش نوشته شده بود. مردی با قیافه موذی که کلاه لبه‌دار کوچیکی به سر داشت روی صندلی راننده نشسته بود و آخر باکسر خالی بود. حیوانات دور کامیون جمع شدند و یک صدا گفتند خدا حافظ باکسر، خدا حافظ. بنجامین در حالی که کنارش جست و خیز می کرد با سمهای کوچیکش روی زمین می کوبید و فریاد زد احمقا، احمقا، احمقا. نمیبینید روی کامیون چی نوشته؟ با شنیدن این حرف حیوانات مکث کردند و سکوت برقرار شد. موریل کلمات نوشته شده روی بدنه کامیون رو هجی کرد. اما بنجامین اونو به کناری زد و در میان سکوت مرگبار حاکم اینجوری خوند. آلفرد سیموندز، سلاخ اسب و چسبساز ولینگتون، دلال پوست و هود و استخوان، لانه سگ به فروش میرسد. میفهمید معنی این کلمات چیه؟ اونا دارن باکسر رو به سلاخ خونه میفرستن. حیوانات فریادی از هراس سر دادن. در این لحظه مردی که روی جعبه نشسته بود به اسبها تلنگری زد و کامیون با سرعت زیادی از خونه خارج شد. همه ی حیوانات به دنبال کامیون دویدند و با نهایت قدرتشون فریاد کشیدند.
کلوور راه خودش رو به جلوی سایرین باز کرد. هر لحظه بر سرعت کامیون افزوده میشد. کلوور سعی کرد عضلات ستبر خودش رو وادار به حرکت بکنه تا 4 نعل بتازه. فریاد میزد باکسر، باکسر، او باکسر، باکسر. و در همین لحظه صورت باکسر انگار که صدای قوقای بیرون رو شنیده باشه، با اون باریکه سفید پایین پوزش در قاب پنجره پشتی کامیون نمایان شد. کلوور با صدای وحشتناکی فریاد زد باکسر، باکسر بیا بیرون، سریع بیا بیرون، میخوان تو رو بکشن. تمام حیوانات فریاد بیا بیرون باکسر، بیا بیرون باکسر رو سر داده بودند، ولی کامیون به سرعت خودش افزود و از اونجا دور شد. مشخص نبود که آیا باکسر حرف کلوور رو شنیده یا نه، اما یه لحظه بعد صورتش از مقابل پنجره ناپدید شد و صدای ضربه مهیب سمها از داخل کامیون به گوش رسید. اون سعی می‌کرد در رو با لگد زدن باز کنه. روزگاری بود که چند لگد سم اون برای خورد و خاکشیر کردن چنین کامیونی کافی بود. اما افسوس، باکسر دیگه قدرت روزهای جوانیش رو نداشت. ظرف چند دقیقه صدای کوبش سمها ضعیف و ضعیفتر شد و دیگه شنیده نشد. حیوانات با لحن ملتمسگونه از 2 اسبی که کامیون رو می‌کشیدند تقاضا کردند تا بایستند. اونا فریاد می‌زدند رفقا، رفقا، برادر خودتون رو به سمت مرگ میبرید. خواهش میکنم این کارو نکنید. اما اون حیوانات ابله‌تر و جاهل‌تر از اون بودند که تشخیص بدن چه اتفاقی در حال رخ دادنه. گوشهاشون رو به عقب خوابوندند و بر سرعتشون افزودند. هرچند دیر شده بود، اما به ذهن یکی از حیوانات رسید که جلوتر از بقیه دویده و دروازه اصلی چوبی رو ببنده. اما یک لحظه بعد کامیون از بین دروازه عبور کرد و به سرعت در مسیر منتهی به جاده از نظر ناپدید شد. دیگه کسی باکسر رو ندید. 3 روز بعد اعلام شد باکسر علیرغم دریافت کردن تمام مراقبت‌های لازم برای یک اسب بیمار در بیمارستانی در ولینگتون مرده. اسکویلر برای اعلام اخبار به حیوانات دیگه اومد. به گفته خودش اون طی آخرین ساعات عمر باکسر اونجا حاضر بوده. اسکویلر گفت این متأثرترین صحنه‌ای بود که تا به حال دیدم. در اون حال پاچه خودش رو بالا آورد و قطره اشکی رو از کنار چشمش پاک کرد و ادامه داد. من در آخرین لحظه کنار بستر باکسر بودم و در لحظه آخر عمرش با اینکه بسیار ضعیف شده و قادر به سخن گفتن نبود در گوش من زمزمه‌ای کرد. تنها تأسفش از این بابت بود که قبل از تمام شدن آسیاب بادی از دنیا میره. اون گفت به پیش رفقا، به نام شورش به پیش. زنده باد مزرعه حیوانات، زنده باد رفیق ناپل اون همیشه درست میگه. اینها آخرین کلمات باکسر بودن. حرف که به اینجا رسید ناگهان احوالات اسکویلر تغییر کرد. لحظه ای ساکت شد و از چشمان کوچیکش نگاه مشکوکی به دور و بر انداخت و سپس ادامه داد. اسکویلر گفت که به اطلاعش رسیده که هنگام انتقال باکسر از مزرعه شایعه‌ای شریرانه و احمقانه همه جا پیچیده. برخی حیوانات کلمات سلاخ اسب رو روی بدنه کامیون حامل باکسر دیده و نتیجه گرفته بودند که باکسر به سلاخ خانه فرستاده شده. به گفته اسکویلر باور کردنی نیست که حیوانی تا این حد احمق باشه. وی در حالی که دمش رو به شدت تکون داده بود و از این طرف به اون طرف میرفت خشمگینانه گفت مطمئناً حیوانات میدونند که رئیس دوست داشتنیشون رفیق ناپل اون هرگز چنین کاری نمیکنه. اما توضیح چرایی حک شدن اون کلمات روی بدنه کامیون بسیار ساده بود. کامیون پیش از این در اختیار سلاخی بوده و جراح دامپزشک اون رو خریداری کرده و هنوز هم وقت نکرده بود اسم قبلی کامیون رو از بدنش پاک کنه. سوء تفاهمی هم که از خوندن نام قبلیش ناشی میشد به همین خاطر بود. حیوانات با شنیدن این توضیح خیالشون راحت شد. وقتی اسکویلر در ادامه سخن خود جزئیات بیشتری از احوالات باکسر در بستر احتضار، مراقبت قابل توجهی که از اون به عمل اومده بود و داروهای گرون قیمتی رو که ناپل اون بدون لحظه‌ای فکر کردن به هزینه‌اش براش خریده بود شرح داد، آخرین شک و شبهات هم از بین رفت.
و تأسفی که برای مرگ رفیق خود داشتند با این فکر که حداقل مرگی آروم داشته تسلی پیدا کرد. ناپلئون شخصاً در جلسه‌ای که صبح یک شنبه بعد برگزار شد حاضر شد و نطق کوتاهی به افتخار باکسر ادا کرد. اون گفت امکان برگردوندن جنازه رفیق عزیزشون برای خاکسپاری در مزرعه وجود نداشته. ولی اون دستور داده بود که تاج گل بزرگی از شکوفه‌های درخت‌های باغ درست کنند و روی قبر باکسر قرار بدند. طی چند روز آینده هم مراسم یادبودی به افتخار باکسر برگزار خواهند کرد. ناپلئون در پایان سخنرانی خود 2 شعار محبوب باکسر، من سخت‌تر کار خواهم کرد و رفیق ناپلئون همیشه درست میگه رو یادآوری کرد و گفت هر حیوانی باید این 2 شعار رو سرلوحه خودش قرار بده. در روز مقرر شده برای مراسم کامیون خاروبار فروشی رو مشاهده کردند که از ولینگدون اومده و جعبه چوبی بزرگی رو دم خونه مزرعه‌ای تحویل داد. اون شب صدای آوازخونی خوک‌ها بلند بود. به دنبال اون گویا دعوای پرسر و صدایی در گرفت و نهایت ساعت 11 شب صدای شکستن لیوان بود که شنیده میشد. روز بعد هیچ یک از ساکنان خانه مزرعه‌ای تا قبل از ظهر بیدار نشد. در مزرعه شایعه‌ای دهان به دهان میگشت که خوک‌ها از جایی پول گیر آورده و جعبه ویسکی دیگری خریداری کردند. سالها گذشت. فصلها اومدند و رفتند. عمر کوتاه حیوانات تمام شد و زمانی از راه رسید که دیگه هیچ کس قبل از شورش رو به خاطر نمی آورد مگر کلوور، بنجامین، موز کلاغ و چند تا از خوک‌ها. موریل مرده بود. بلوبل، جسی و پینچر هم مرده بودند. حتی جونز هم در میخانه‌ای در گوشه دیگری از کشور فوت شده بود. اسنوبال فراموش شده بود. همینطور باکسر، مگر توسط اونهایی که اونو میشناختن. کلوور حالا مادیون ستبر پیری شده بود که از درد مفاصل رنج می‌برد و آبریزش چشم گرفته بود. 2 سال از سن بازنشستگیش گذشته بود، اما در واقع هیچ یک از حیوانات مزرعه بازنشسته نشده بودند. صحبت کنار گذاشتن گوشه‌ای از چراگاه اصلی برای استفاده توسط حیوانات از کار افتاده مدت‌ها پیش به فراموشی سپرده شده بود. ناپلئون حالا یک خوک نر بالغ 24 پوندی بود. اسکویلر اونقدر چاق شده بود که به سختی میتونست جلوتر از پای خودش رو ببینه. تنها بنجامین پیر بود که مثل گذشته باقی مونده بود. فقط پوزش خاکستری شده بود و از زمان مرگ باکسر هم نسبت به گذشته عبوس‌تر و کم حرف‌تر شده بود. حالا تعداد حیوانات مزرعه خیلی بیشتر بود. هرچند افزایش تعداد به اندازه‌ای که در سالهای اولیه پیش‌بینی می‌شد صورت نگرفت. بسیاری از حیوانات متولد سالهایی بودند که حرف از شورش براشون رویایی مبهم بود و اونها رو دهان به دهان شنیده بودند. و سایر حیواناتی هم که خریداری شده بودند قبل از پا گذاشتن به مزرعه اصلاً چیزی در مورد شورش نمی‌دونستند. حالا مزرعه علاوه بر کلوور صاحب 3 اسب دیگر هم بود. اسب‌هایی بسیار تنومند، کارگرانی با اراده و رفقایی خوب که در عین داشتن همه این خصوصیات بسیار کم هوش بودند. هیچ کدوم از حرف ب الفبا جلوتر نرفتند. اونها هر چی در مورد شورش و اصول حیوانگرایی بهشون گفته میشد قبول کردند، مگر چیزهایی که کلوور در این خصوص میگفت. هرچند برای اون احترامی در جایگاه مادرشون قائل بودند، ولی معلوم نبود چیزی از حرفای اون رو متوجه میشن یا نه. حالا مزرعه پر رونق‌تر شده و سازماندهی بهتری پیدا کرده بود. با خرید 2 قطعه زمین از آقای پلگینگتون مزرعه رو توسعه داده بودند. آسیاب بادی بالاخره با موفقیت تکمیل شد و ماشین خردکن و بالابر یونجه هم در اختیار داشتند و ساختمان‌های جدیدی در اون ساخته شده بود. ویمپر هم برای خودش کالسکه‌ای خریده بود، اما هرگز از آسیاب بادی برای تولید برق استفاده نشد، بلکه با استفاده از اون ذرت رو آسیاب می‌کردن که سود مالی خوبی براشون به ارمغان بیاره. حیوانات به سختی کار می‌کردند تا آسیاب دیگری هم بسازند. گفته میشد قرار روی آسیاب جدید دینام نصب بشه، ولی اون امکانات لوکسی که روزگاری اسنوبال براشون شرح داده بود
اون آخرهایی که نور برق روشنشون کنه و آب گرم و سرد و کار 3 روز در هفته دیگه به یاد هیچ کس نمی اومد. ناپلئون چنین عقایدی رو در تضاد با روح حیوانگرایی میدونست. به عقیده اون شادی راستین رو باید در کار حقیقی و زندگی مقتصدانه جستجو کرد. مزرعه یه جورایی ثروتمندتر شده بود، اما حیواناتی که در اون زندگی می‌کردند ثروتمند نشده بودند. البته بجز سگ‌ها و خوک‌ها. شاید دلیل این مسئله تا حدودی به زیاد بودن تعداد سگ‌ها و خوک‌ها برمیگشت. نه اینکه خوک‌ها و سگ‌ها به عادت معمول خودشون کار نکنند، نه. همونطور که اسکویلر هم یادآوری می‌کرد و هرگز هم از اشاره به این موضوع غافل نمی‌شد، کار بی‌پایان نظارت و سازماندهی مزرعه تمام نشدنی بود. بیشتر هم این کار طوری بود که حیوانات دیگه قادر نبودند اون رو بفهمند. به عنوان مثال، اسکویلر میگفت خوک‌ها باید هر روز روی چیزهای عجیبی به نام پرونده‌ها، گزارشات، صورت جلسات و یادداشت‌ها کار کنند. این چیزها برگه‌های بزرگ کاغذی بودند که باید مطالبی روی اونها نوشته میشد و به محض تکمیل شدن اونها رو در اجاق مینداختند تا بسوزه. به گفته اسکویلر، انجام این کارها برای رفاه مزرعه اهمیت بسیار زیادی داشت. اما با تمام این احوال، نه خوک‌ها و نه سگ‌ها هیچ یک غذایی تولید نمی‌کردند. با این حال تعدادشون زیاد و اشتهاشون هم بسیار خوب بود. اما زندگی مابقی تا اونجا که میدونستند به همون منوال سابق بود. عموماً گرسنه بودند، روی کاه میخوابیدند و از آب استخر مینوشیدند و روی مزارع عرق میریختند. زمستانها با سرما و تابستانها با مگس اذیت میشدند. برخی اوقات پیرترها تکونی به حافظشون داده و سعی می‌کردند یادشون بیاد که اون اوایل شورش بعد از فراری دادن جونز اوضاع نسبت به الان بهتر بود یا بدتر. اما یادشون نمی‌اومد. هیچ معیاری در دست نداشتند که زندگی کنونیشون رو با اون زمان قیاس کنند. مگر فهرست ارقام اسکویلر که بیشک نشون دهنده بهبود اوضاع از هر نظر بود. از نظر حیوانات این مشکل حل نشدنی نبود. به هر حال فرصت چندانی نداشتند که بشینن و به این مسائل هم فکر کنند. تنها بنجامین پیر ادعا می‌کرد که تمام جزئیات مربوط به زندگی طولانی خود و چیزهایی رو که قرار بوده رخ بده ولی هرگز رخ نداده بودند یا چیزهایی که بدتر یا بهتر از الان نشده بودند، مثل گرسنگی، سختی و ناامیدی رو که قاعده تغییر ناپذیر زندگی هستند میدونه. با این حال حیوانات هرگز ناامید نمی‌شدند. از این هم بیشتر اونها هرگز حتی برای یک لحظه حس غرور و افتخار ناشی از تعلق داشتن به مزرعه حیوانات رو از دست نداده بودند. هنوز هم مزرعه اونها تنها مزرعه سرتاسر کشور در تمام انگلستان بود که مالکیت و ادارش به دست حیوانات انجام میشد. هیچ یک از حیوانات، حتی کم سن و سالها، حتی تازه واردها و حتی اونهایی که از مزارع دیگه در فاصله 10 یا 20 مایلی به مزرعه حیوانات آورده شده بودند، در شگفتی این موضوع تردیدی نداشت. وقتی صدای قررش تفنگ رو میشنیدند و پرچم سبز رو در احتراز میدیدند، قلبهاشون از غروری بیپایان سرشار شده و سخن به روزهای افتخار آمیز گذشته، فراری دادن جونز، نوشتن 7 فرمان و نبردهای بزرگی میکشید که طی اونها مهاجمان انسان رو عقب رونده بودند. هیچ یک از رویاهای قدیمیشون رو کنار نذاشته بودند. هنوز هم به جمهوری حیواناتی که میجر پیش بینیش کرده بود، به زمانی که در سرتاسر مزارع انگلستان دیگه اثری از رد پای انسانها نباشه باور داشتند. بالاخره یک روز این رویا محقق میشد. شاید نه به این زودی ها. شاید تحقق این رویا به عمر هیچ یک از حیواناتی که اکنون در مزرعه زندگی میکردند قد نمیداد، اما بیشک رخ میداد. حتی آواز حیوانات انگلستان پنهانی اینجا و آنجا زمزمه میشد. به هر صورت واقعیت این بود که همه حیوانات مزرعه آهنگ مزبور رو بلد بودند، هرچند جرأت نمی کردند اون رو با صدای بلند بخونند. شاید زندگیشون سخت بود و تمام امیدهاشون رنگ واقعیت به خود نگرفته بود، اما خودشون آگاه بودند که مثل حیوانات دیگه نیستند.
اگر گرسنه بودند به خاطر این نبود که مجبورند شکم یک مشت انسان ستمگر رو سیر کنند. اگر به سختی کار می‌کردند، حداقل حاصل کارشون برای خودشون بود. هیچ کدوم از حیوانات مزرعه روی دو پا را نمی‌رفت. هیچ حیوان دیگری رو ارباب خطا نمی‌کرد. تمام حیوانات با هم برابر بودند. یک روز اوایل تابستان اسکویلر به گوسفندان دستور داد دنبالش بیان و اونها را به قطع زمین بلا استفاده‌ای در منتها علیه دیگر مزرعه برد که از نهالهای توس پوشیده شده بود. گوسفندها کل روز رو در این زمین به سر برده و تحت نظارت اسکویلر به چریدن برگ‌ها پرداختند. عصر که شد، اسکویلر خودش به خونه مزرعه‌ای برگشت، اما از اونجا که هوا گرم بود به گوسفندها گفت که همونجا بمونند. در نهایت گوسفندها 1 هفته اونجا موندند و طی این مدت سایر حیوانات از اونها بیخبر بودند. اسکویلر بیشتر اوقات روز رو با گوسفندها می‌گذروند. به گفته خودش در حال تعلیم آواز جدیدی به گوسفندها بود که قرار بود محرمانه باقی بمونه. بعد از برگشتن گوسفندها در یک عصر دلانگیز که حیوانات کارشون را تموم کرده و در مسیر برگشت به ساختمان‌های مزرعه قرار داشتند، ناگهان شیهه هراسناک اسبی را از حیاط شنیدند. حیوانات بهت زده سر جای خودشون متوقف شدند. صدای کلاور بود. اون دوباره شیهه‌ای کشید و همه حیوانات 4 نعل تاخته و وارد حیاط شدند. و بعد اون چیزی رو که کلاور دیده بود مشاهده کردند. اونها خوکی رو دیدند که داشت روی پاهای عقبش راه میرفت. این خوک اسکویلر بود. اسکویلر با اندکی ناشیگری، طوری که معلوم بود هنوز عادت نکرده وزن خودش رو روی این حالت حفظ کنه و در عین حال با توازنی مثال زدنی از وسط حیاط رد میشد. لحظه‌ای بعد از در خونه مزرعه‌ای صف طویلی از خوک‌های ایستاده روی 2 پا بیرون اومدن. بعضی از اونها بهتر از سایرین راه می‌رفتند. 1-2 تا هم تلو می‌خوردن. گویا عصا لازم داشتند، اما تک تکشون با موفقیت دور تا دور حیاط راه رفتند. در نهایت صدای کرکننده پارس سگ‌ها و قوقولی گوشخراش خروس سیاه به گوش رسید. شلاقی همراه داشت. سکوت مرگباری برقرار شد. حیوانات شگفت زده و ترسان به هم چسبیده و صف طولانی خوک‌هایی رو که آهسته اطراف حیاط رژه می‌رفتند رو مشاهده کردند. انگار دنیا روی سرشون خراب شده بود. بعد شوک اولیه از بین رفت و می‌خواستند این بار علی‌رغم وحشت از سگ‌ها و برخلاف عاداتی که طی سالیان پیدا کرده بودند به این مسئله اعتراض کنند. اما دقیقاً در همین لحظه انگار با اشاره‌ای که از جایی دریافت شده باشه، گوسفندها یک صدا بعبع گوشخراش 4 پاها خوب 2 پاها بهتر، 4 پاها خوب 2 پاها بهتر، 4 پاها خوب و 2 پاها بهتر رو شروع کردند. بعبع گوسفندان به مدت 5 دقیقه بدون وقفه ادامه پیدا کرد. و زمانی که گوسفندها ساکت شدند دیگه فرصتی برای اعتراض باقی نمونده بود، چون خوک‌ها به داخل خونه مزرعه‌ای برگشته بودند. بنجامین حس کرد کسی پوزش رو به شونه اون میماله. برگشت. کلاور بود. چشمان پیرش بی‌فروغ‌تر از همیشه به نظر می رسید. بدون اینکه کلمه‌ای ادا کنه آروم از یال بنجامین کشید و اون را به انتهای انبار بزرگ، جایی که 7 فرمان نوشته شده بود، برد. 1-2 دقیقه به دیوار قیرمالی شده که حروف سفید داشت خیره نگاه کردند. بعد کلاور گفت: چشمانم نمیبینه. حتی اون موقع که جوون بودم هم نمیتونستم نوشته های روی دیوار رو بخونم. اما به نظرم میرسه نوشته ها این شکلی نبودن. بنجامین، آیا 7 فرمان همونیه که قبلاً بود؟ بنجامین برای اولین بار در عمرش راضی شد عادت همیشگیش رو بشکنه و اون چه که روی دیوار نوشته شده بود رو برای کلاور بخونه. روی دیوار چیزی جز 1 فرمان نبود. همه حیوانات برابرند، اما بعضی از حیوانات از بقیه برابرترند.
بعد از اون دیگه کسی از شلاق به دست گرفتن خوک‌هایی که به نظارت بر کار مزرعه می پرداختند تعجب نکرد. و دیگه کسی تعجب نکرد که خوک‌ها برای خودشون دستگاه بیسیم خریدند و به دنبال نصب تلفن رفته و آبونمان روزنامه‌هایی مثل جان بول، تیت بیتس و دیلی میرور شدند. وقتی ناپل اون رو با پیپی گوشه لبش در حال قدم زنی در باغچه خونه مزرعه مشاهده کردند و وقتی حتی خوک‌های دیگر رو ملبس به لباس‌های آقای جونز دیدند، باز هم کسی تعجب نکرد. ناپل اون شخصاً با کت و جلیقه و شلوار چرم مشکی رنگ نمایان شد و سوگلی محبوبش هم لباسی ابریشمی از لباس‌های خانم جونز رو به تن داشت که یک شنبه ها می پوشید. یک هفته بعد، هنگام بعد از ظهر، تعدادی کالسکه به مزرعه اومدن. هیئتی از کشاورزان مزارع مجاور برای بازدید از مزرعه دعوت شده بودند. گوشه گوشه مزرعه رو به اونها نشون دادن و کشاورزان با مشاهده همه چیز، مخصوصاً آسیاب بادی، لب به تحسین گشودند. حیوانات مشغول چیدن علف‌های هرز از مزارع شلغم بودند و حتی سر خود رو هم بالا نمی آوردند. نمیدونستند باید از کدوم یک بیشتر بترسند، از خوک‌ها یا آدم‌هایی که برای بازدید اومدن. اون روز عصر صدای بلند خنده و آوازخونی از مزرعه‌ای به گوش می رسید. حیوانات با شنیدن صداهای درهم و برهمی که از خونه می اومد کنجکاو شدند. حالا که برای اولین بار انسان‌ها و حیوانات با شرایطی برابر به ملاقات هم پرداخته بودند، اوضاع از چه قرار بود؟ اونها هماهنگ با هم تا جایی که امکان داشت بدون ایجاد هیچ سر و صدایی آروم به درون باغچه خونه مزرعه خزیدند. به دم دروازه که رسیدند لحظه‌ای توقف کردند چون می‌ترسیدند از این جلوتر برند. اما کلوور پیشا پیش همه قدم برداشت. حیوانات روی نوک انگشتان خودشون رو به خونه رسوندن و قدشون به اندازه کافی بلند بود که از پنجره اتاق غذاخوری داخل رو نگاه کنن. اونجا دور تا دور میز بزرگ، نیم دوجین کشاورز و نیم دوجین خوک‌های مهمتر رو نشسته دیدند. ناپل اون در صدر مجلس نشسته بود. ظاهراً برای خوک‌ها نشستن روی صندلی مشکل نبود. جمع در حال ورق بازی بودند و موقتاً دست کشیده بودند تا گلویی تازه کنند. پارچه بزرگی دست به دست می شد و لیوانها از نوشیدنی پر می شدند. هیچ کس متوجه چهره‌های بهت زده حیوانات پشت پنجره نبود. آقای پلیکینگتون از مزرعه فاکس‌وود با لیوان آبجو به دست ایستاده بود. اون گفت قبل از اینکه از جمع درخواست کنه تا گلوشون رو تازه کنند، مطلبی هست که باید اعلام کنه. بعد اظهار کرد که برای من و مطمئناً تمام اشخاصی که اینجا حضور دارند، مایه مباهاته که دوره طولانی از بی‌اعتمادی و سوء تفاهم به پایان رسیده. زمانی در گذشته بود که همسایه‌ها، البته به استثنای اون و افراد حاضر در جمع امشب، نسبت به مزرعه حیوانات خصومت که نه ولی بدبینی و سوء تفاهم داشتند. رخدادهای نامبارکی روی داده و تصورات غلطی در اذهان شکل گرفته بود. باور عمومی بر این بود که وجود مزرعه‌ای که مالکیت و ادارش رو خوک‌ها انجام بدند یه جورایی غیر عادیه و اثراتی بی‌ثبات کننده بر مزارع همسایه به جا خواهد گذاشت. خیلی از کشاورزان بدون تحقیق کافی فکر می‌کردند در چنین مزرعه‌ای روح نظم و ترتیب وجود ندارد. اونها می‌ترسیدند وجود چنین مزرعه‌ای بر حیوانات و حتی کارگرانشون تأثیرات بدی بگذاره. اما حالا همه شک و شبهات از بین رفته بود. امروز اون و دوستانش از مزرعه حیوانات بازدید کرده و وجب به وجبش رو به چشم خود دیده بودند و چه حسی در این مورد داشتند. نه تنها بروزترین روش‌ها، بلکه نظم و ترتیبی مثال زدنی در این مزرعه موج می‌زد که بایستی سرمشق تمام کشاورزان اطراف قرار می‌گرفت. بنا به اعتقاد اون، حیوانات پست‌تر در مزرعه حیوانات بیشتر کار می‌کردند و نسبت به حیوانات سایر مزارع غذای کمتری هم دریافت می‌کردند. به واقع اون و دوستان بازدید کنندش امروز با کلی چیزهای جدید آشنا شده بودند که قصد داشتند بعد از برگشتن به مزارع خود سریعاً اونها را به کارگیری کنند.
پلگینگتون در انتهای سخنان خود یک بار دیگر بر احساسات دوستانه‌ای که بین مزرعه حیوانات و همسایگانش وجود داشت و ضروری هم بود تأکید کرد. بین خوک‌ها و انسان‌ها هیچ تعارض منافعی نبود و نباید هم وجود می‌داشت. بالاخره مشکلات و مسائل اونها یکی بود. مگر مشکل نیروی کار همه جا یک جور نبود؟ معلوم بود که آقای پلکینگتون قصد داره تا بزلگویی کنه، اما برای لحظه ای از فکر گفتن لطیفه‌ای که در ذهن داشت غرق در لذت شد. بعد از کلی خنده زیر لبی که قبقب‌های متعددش رو سرخ کرد، بالاخره بزله خود رو برای جمع این گونه تعریف کرد: اگر شما با مشکل حیوانات طبقات پایین سر و کله میزنید، ما آدم‌ها هم مشکل انسان‌های طبقات پایین اجتماع رو داریم. شلیک خنده از حضار به هوا برخاست و آقای پلکینگتون مجدداً به خوک‌ها برای وضع نظام جیره غذایی اندک، ساعات طولانی کار و لیلی به لالای حیوانات نگذاشتن که در مزرعه به چشم دیده بود تبریک گفت. در پایان آقای پلکینگتون از حضار خواست تا برخاسته و لیوانهای خود را پر کنند. وی گفت: آقایون، لطفاً بنوشید به سلامتی مزرعه حیوانات. همگی با خوشبختی و اشتیاق سلامت باد گفته و روی پاهای خود ایستادند. ناپلئون به قدری خوشش اومده بود که از صندلیش بلند شد و میز رو دور زد تا به آقای پلکینگتون رسید و گیلاس‌هاشون رو به هم زده و نوشیدند. وقتی صرف آبجو تمام شد، ناپلئون که همچنان ایستاده بود اظهار داشت که اون هم چند کلمه حرف برای گفتن داره. سخنرانی اون مثل همه سخنرانی‌هاش کوتاه و رک بود. به گفته وی اونم خوشحال بود که دوران سوء تفاهم به سر اومده. مدتها بود شایعاتی به قول وی توسط دشمنانی بدخواه بر سر زبونها افتاده بود که اظهار می داشت اون و همکارانش سودای خرابکاری و شورش دارند. گفته می شد که اونا قصد دارن حیوانات مزارع مجاور رو تشویق به شورش کنند. اما این مسئله اصلاً حقیقت نداشت. تنها خواسته اونها چه اکنون و چه در گذشته این بود که با همسایگانشون روابط صلح‌آمیز و تجاری داشته باشند. وی اضافه کرد مزرعه‌ای که افتخار اداره آموزش رو به عهده داره یک بنگاه اقتصادی اشتراکیه. اسناد حقوقی که وی در اختیار داشت در واقع متعلق به همه خوک‌ها بود و همگیشون در مزرعه سهم داشتند. به باور اون دیگه جایی برای شک و شبهات قدیمی وجود نداشت. اما اخیراً تغییراتی در امور روزمره مزرعه داده شده بود که اعتماد متقابل رو دوچندان کنه. به عنوان مثال، حیوانات مزرعه عادات ابلهانه‌ای داشتند که بر اساس اون همدیگر رو رفیق خطاب می‌کردند. این عادت باید ملغا می‌شد. افزون بر این عادت بسیار عجیبی با منشأ نامعلوم هم وجود داشت که طی اون هر روز صبح یک شنبه باید برابر جمجمه خوک نری که در باغچه نصب شده بود عبور می‌کردند. این کار بیهوده هم متوقف شده و جمجمه را دفن کرده بودند. شاید بازدید کنندگان مزرعه متوجه اون پرچم سبز رنگی که در احتراز بود شده بودند. در این صورت احتمالاً دریافته بودند که علامت شاخ و سم سفید رنگی که پیش از این روی پرچم نقش بسته بود پاک شده و حالا پرچم یک دست سبز رنگ و بدون هیچ علامتی بود. ناپلئون اظهار داشت تنها یک انتقاد از سخنرانی عالی و دوستانه آقای پلکینگتون داره و اون این که آقای پلکینگتون در تمام مطالبی که بیان کرده بود مدام به مزرعه حیوانات اشاره می کرده. این در حالیه که قرار نبود مزرعه به این نام خونده بشه و پلکینگتون از این موضوع اطلاعی نداشت. البته طبیعی هم بود چون ناپلئون این موضوع رو برای اولین بار در جمع اعلام می کرد. از این به بعد مزرعه به نام مزرعه مانور که نام صاحب اصلی و درست اون بود خونده می شد. ناپلئون به عنوان جمله پایانی گفت: آقایان، لطفاً دور بگیرید. گیلاس هاتون رو لبالب کنید و این بار بنوشید به افتخار مزرعه مانور. مجدداً مثل دفعه قبل همه با خوشحالی سلامت باد گفتند و لیوانهای آبجوشون رو سر کشیدند، اما حیوانات بیرون ساختمون به منظره روبروشون خیره شده بودند. به نظرشون می رسید اتفاق عجیبی رخ داده. در صورت خوک‌ها چه چیزی تغییر کرده بود؟ کلوور چشمان کم فروغ خود رو از صورت خوکی به خوک دیگه مینداخت.
بعضی از اونها 5 قبقب داشتن، برخی 4 تا و برخی 3 تا. اما تغییر واقعی چی بود؟ بعد از تمام تشویق و تمجیدها، حضار کارت‌هاشون رو درآورده و ادامه بازی ورق رو که نیمه کاره مونده بود شروع کردند و حیوانات آروم و بی صدا راه برگشت رو در پیش گرفتند. اما هنوز 20 یارد هم طی نکرده بودند که ایستادند. از خونه مزرعه‌ای صدای داد و فریاد می اومد. بله، دعوای وحشتناکی در گرفته بود. صدای داد و فریاد، مشت کوبیدن روی میز و رد و بدل کردن نگاه‌های غضب‌آلود و انکارهای آتشین شنیده میشد. ظاهراً علت دعوا این بود که ناپلئون و آقای پلیکینگتون هر دو همزمان تکخال پیک رو کرده بودند. 12 صدای خشمگین که همه مشابه هم بودند و همه با عصبانیت فریاد می‌زدند. دیگه هیچ تردیدی باقی نمونده بود که چه اتفاقی برای صورت خوک‌ها افتاده. حیواناتی که بیرون خونه ایستاده بودند، نگاهشون را از صورت خوک‌ها به صورت انسان‌ها و از صورت انسان‌ها به خوک‌ها و دوباره از خوک‌ها به انسان‌ها می‌انداختند. اما مشکل می‌تونستند یکی را از دیگری تشخیص بدن.